جوی هر یک قدیم همینه. بخیر دوستان عزیز، بعد بامداد است انشالله. نماز بامداد خوندیم، جنازه را خوندیم، اینجا رفته ایستادیم سر قبر صحابگان که 10,000 صحابه خوب است و قبرستانی که مردم اونجا حاضر مردار را اونجا قصد دفن گور میکنن. قبرستان سحر بامداد، مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این قبرها آرامگاه های صحابگان و میت هایی که در همینجا از دنیا میگذرن، یعنی در مدینه. یعنی که به قولی هست که حضرت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم گفته است هر یک شخصی که اهل صالح و صالحه باشه، اگر اهل نماز باشه، در مدینه از دنیا بگذره، روز قیامت مثل دو انگشت یعنی که برابر من، مقصد مثل همسایه من میخیزن، در همسایگی من، یعنی شفاعت کننده شم. دعا میکنیم که هر یکی ما را در این جای مقدس دفن کردن یا از دنیا گذشتن نصیب گردانه و اهل صالح و صالحه باشیم. مرده ها رازی میارن، اونا تابوت برده ایستادن، ما پیشکی اومدیم کمتر. در دروغ نشوه او دفعه این قربی دروازه دا گور میکردن، حوزها او کنج دا گور کرده ایستادن، ماشینا رفتن. یک مرده، دو مرده که دایی ترکیل هم قصد بسبب دمیده ایستاده، دو ترای دیسیم، دو مایت برده ایستادن. اینجا همه پرن، اما نمیدونم مقصد از این که برای ایجا را پر کردن او دفعه آمده بودیم، او کنجا را همچه بگیم گشته بودیم، همه هم خیلی نه قبرستان ها هن. یعنی که همش یک زیلن، یگان دایی نه سنگ مرمر موندگی های، نه نام نوشتگی های، خیلی در قبرستان های خود نوشتگی نام فامیلی یا صورت ها موندگی هن. یعنی قبرش درنوی بگیم او بود اومده ایش درنش، یعنی که هم یک سنگ عقیب یا تای پیش موندگی خلاص. اما چگونه است که در یک روز تا 30 میت هم گور کرده میشه، تا 30 طرف اگر خطا نکنم، برای که بعضی هر نماز 5 تا 7 تا 10 تا 15 تا 18 تا اینه او اومده ایجا، مقصد دور اومدین هر یک نماز 15 تا میشه، 10 تا 8 تا 6 تا به همی 4-5 بولو دیده گیم ده. اون یک باره 1 2 اون 3 تا مایدینه دایم بامداد وارن. اولا کم قشه دیدم دای طوری که اون وجه دا اوگل مقصد دفن کرده ایستادن، مردم داویده رفته ایستی. این لیله و این الیه راجعون. هیچ دور اومده درنوی، یعنی که دیگه شب دور اومده، بارمدگی زیاد بود، 1 هفته پیش 2 هفته پیش اینه. یعنی که چگونه است که این پر نمیشه. این خاک یک جای آوردیم، با خاک ریختین برای چی؟ الله اعلم. این اینجا قبرستان بود، در این قبرستان رگ خاکش شغال چی میگم تری خمه ریختینش. چگونه میکنن بچه ها میگن که مرده ها کهنه میشن، کهنگیشو میگیرن نموشه، اما بواری نیست، یه حیوت هم خیلی موندگی هم. این دیگه قبرستان خاک ریختگی. خواهد که پیش بریم. قبرستانی نوه که کرپیچی نوه موندگی، یا نمیش که شکاف میشن باید بلاش خاک پر مینن،
الله خودش خوبتر میدونه. همین خلق ها اینه کندگی تیارم. اینه میبینی کرپیچ موندگین، قبرهای کندگی تیار، دبالهاشون تنکه موندگین، لیست یعنی که میارن راست گور میکنن. فهمو هم شده راست میره. این لیستو را دیدی؟ این لیستو یعنی که قبرستان ها کندگی تیار. اینجا یک تا گور کرسیان و دوتا اینه توپ سه تا یک باره سه میت در یک سحر. امروز باشه چهارشنبه سه تا میت گور کرسیان. خدا رحمت و مغفرت چون کنه. اگر توانستیم پیش میریم، نه توانستیم هیچ. این لله و این الیه راجعون. اینجا گروش کردن یکمش هم اونجا دیمش و 4 تب داره تاریکی دمون های دیم. میاد یه اونجا تابوتاشون همه هم میدوان از مسجد اونجا رو میدوان. 1 2 3 4 مرده در یک سحر. صبرتی خشته ورشون بسم الله توکلت الله. جوی هر یک قدیم همینه. این لله و این الیه این لله و این الیه راجعون. گور کردن مردم رفته هستیم و آبراد نرفته هستیم. خدا رحمت مغفرت چون کنه. مردم بعد نماز زیارت می‌دارن قبرستان ها.